شما رفقای گیمر عزیز، خوش اومدید به ویدیو از بازی مورتال کامبت یک تاور با سلطان وحشیگری یعنی براکا. خوش اومدید به اینکه بچه‌ها اولین ویدیوم از رزیدنت 2 ریمیک بود و دو پارتش گذاشتیم امروز به عنوان دو ویدیو اولین دو ویدیوی من در یوتیوب و چنل تازه و کسایی که به گیم ها اکشن مثل رزیدنت یا بازی فایتینگ علاقه دارن به چنل سر بزنن. اگه دوست داشتن لایک کنن و چنل من ساب کنن. مرسی بابت حمایتتون. خب بریم لیتس دویس. خب بچه‌ها بریم قرار کل با ویدیو مورتال کامبت داشته باشیم. خب بریم سراغش. خب اینم از براکا. کجاست؟ بریم از براکا و ترکیبون هم سارویس که یکی از بهترین ترکیباست اگه مورتال کامبت که بازی کرده باشین. Very hard و اینکه حریفای دهن سرویس رو ما انداخت و اینکه کمان سرویس خیلی به کار میاد تو مورتال کامبت یک. البته باید نه که با همه کار هم کنیم. مثلا با الان مثلا با من اگه به جای اون کسی که بازی میکنه بات یک جوری بهش میگیم یا همون سی پی یو، اگه مثلا من به جای جانی کیج برمی داشتم کمونش با داریوس خیلی میکنه و دمیج بسیار زیادی میتونیم باش بدیم. لعنت بهت دیگه خوشحالی نکنه. اوه اون ستارش بزنه پاره سکتر اصلا نمیشه. بفرما. اول پس اوه سک بخواه. عینکت انداخته فقط چه قیلتی یعنی میکنه یارو گیج میزنه اصلا. خب من با ایشه برم. من به شخصیتی که دوست دارم از همه بیشتر اولیش فیلسوفی هم، بعدش جانی کیج، بعدش هم ساب زیرو. اینا خیلی دوست دارم. جانی کیج نمیدونم به خاطر، ولی توی این نسخه خیلی باحال شده جانی کیج نسبت به نسخه قبلی. خب با آقای رپتایل با آقای داریوس. اوه کمان اگه رپتایل هم با رپتایل هم حتما براتون ویدیو میزنم. خیلی کارکتر گاد و پرطرفداری. اوه زرش تا روی کنش آخرش راحت اوه داداش سگ نشو. برگام این دفعه نشو اصلا نزده برم به هوا که یک ضربه آفاردات بزن. یا اول بس خدا شد روزگار. اوه بنازم. خب چه غلطی بکنم اب نداره. این هم روی این فیتالیتی نمیزنیم بعد خدا گناه داره. اوه وحشیه واقعا. یعنی اگه باش یاد داشته باشین حرفه. البته من حرفه یاد ندارم زیاد و اینکه شما اگه حرفه باش بازی کن خیلی حال میده بازیش. اینکه من هنوز نیمه حرفه هم حرفه کامل نیستم که خواستشم یارو رو پاره بکنم. چند مثلا 560 چیز درصد بهش کامبو بزنم. من فوقش بتونم تا 450 درصد میبسم.
و ساب زیرو هم سگه تو این بازی ها. توی یکش قدرتمندتر از اسکورپیون ساختنش. شاید نظر من باشه، شاید نظر شما فرق کنید. داداش اونه بزن اینقدر ساخته یعنی. این شد یو اول من هول میشم همین جون آخر همین ایکس ریش تو بری آرده بیم تن من میلرزید. و اگه بچه چون نسخه مورتال کامبت من یک جور نسخه استاندارد ایدیشنه و مثلا نصف فیتالتی ها یا اسکینه مختلف من میخوام برم پریمیوم ایدیشنشو بگیرم و یکی خاطر شخصیت هوملندر و پیسمیکر تاکیدا و غیره بگیرم اینها رو با هم دیگه بازی کنیم و ازش ویدیو بگیرم. یا اول پس جهنم بذاریم رو شما صحبت کنیم. خب از این بود که من این پریمیومش رو میخوام بگیرم و تمام بازی و تمام شخصیت مثل هوملندر و شخصیت میمون ویدیوشو براتون میذارم. خب و یک فیتالیتی هم بزنیم به خاطر شما بینندگان عزیز که تکراری نشه. خب این از اولی فیتالیتی. برو داداش خونتون دیگه. اوه یو اول فاس خشونت بیاد دو مرز واقعا. و یکی بچه این مورتال کامبت یک چیزش هست که میگیره با اون کسای دیگه مختلف میکنه این بازی رو. خب این خشونتشه. خشونتش خیلی بیشتر از نسخه قبلیه. اوه کینو هم بچه کمان خیلی خوبیه، مخصوصا موقعی که داره حریفتون اون فیتالیتیش اجرا میکنه. خب اگه کینو رو بیارین قشنگ بلاک میکنه براتون. منظورم از بلاک بگن که عالی که بزنیم این چیزش بزنیم چون شدت لیزرش خیلی زیاده. بلا میخواست بزنه دیگه زن لعنت. خب فیتال بود رو زدم که ببینیم فیتال خوراکا چی شدی. به نازه حتما و تا پارت 3 و 4 شم براتون فردا با رزیدنت ایویل 2 ریمیک که براتون میذارم و امیدوارم ازش لذت ببریم که بریم بعدش سراغ با بخش داستانی بازی مورتال کامبت 1. شاید شما خیلی هاتون بدونیم داستانشو اما من داستانشو تمام کردم. من میخوام واکتورشو براتون بذارم. خب تموز شد. اوی بابا نمیدونم بابا چیه دهنش بباشه. یک چیه تقلب ریزی بکنیم اینجا جلو عقب. ای بابا نشد لعنت بهش. عیب نداره. ساروکس و زیاد چیز نیست. ساروکس و زیاد باش فیتالتی نزن با کمونش، اما با سکتور خیلی با کمونش بخاطر هم یادم نبود ازش. یا و یکی مبارزه سختی اگر این الان مثلا داره مورد که میذاره اینا نگاه کن خود تو تماشا کنید. جیرمون داری میترزسه. وا یکاش منو کشته. بشه وای 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 چرا این کار احمقانه انجام. اوه اوه خدافظ. به نازم من دارم چشم فکر کردم نخورد بهش یکم دور بود فکر کردم گرش رو بندازم. Come on, let's do this. اوه جر نده داداش. بعضی وقتی جر دادن خیلی بده فشار.
ای بابا فیتال یک سر اسپیشیال میزن. اسپیشیال R1 بزن. میگم R1 L1 R2 بزن. الان میزنیم R2 که وقتی سگ داد گرفته. بیا منم واردم. بابا خب یک فیتالتی با سرویس میخواد بزنیم. مادر شو. بعد میرفتم عقب، بعد دایره رو میزدم جلو عقب. کاش گروش نمسوی نماشه فیتالتی بزد. اگه مثلا تو مورتال کامبت من کلا مثلا بیش از 2-3 بار اگه فیتالیتی بزنم توش، به خاطر این آپارات یه آپارات یوتیوب یه قوانینی داره که مثلا اگه خیلی خشم شه ویدیو محدودیت سنی میخواد و اون اگر رعایت نکنیم خودش میگیره یک جوره ویدیو رو مثلا از وقتی برای ویورا میگیره اصلا نمیذاره اگر سرچ کنینش، و به خاطر این من زیاد فیتال بلو نمیذارم و اینو میخواستم دیدم که بخواستم بزنم چی فول میشده. خب ایرم از این گرفتیم فیتال بلو بیش از حد زدیم تو این دو بس. اول بسم الله. ای احمد بنازه اون عوضی اگه همون اول کارمه چرا فکر از قمانجی بدم میاد. سفید پوست لعنتی. خب اونم اینو سگ زد. خب جرش داریم اینو هم زیبا زدم. یو خوسته نه بزن. بنازم همین چیز شون که هی میره گوشه توپ این چی بازی روحیشون بزنش جرشی بدین اساسا بنازم ساویز برو خونه قابل خوش ببینید عزیزان دل. خیلی خوب بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدین. حتما لایک و دنبال یادتونه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیو دیگه پیس اوت.